علیکم دامولای محترم. خب آیا با تحت‌پوش‌های گمش نماز خواندن ممکن است؟ تحت‌پوش‌های گمش اون یعنی بریج‌های باریکی هست که مردم در این شب روز خنکی‌ها یعنی از سر می‌پوشند. و همینها سوال کرده است آیا با چنین لباس‌های تنگ و چنین لباس‌های باریک نماز خواندن درست است؟ البته اون گمش هایی که از حد زیاد باریک هستند در بدن چسبیده هستند و موضع های عورت انسان نمایان می شود، یعنی بیار است از تگ او، و این نوع لباس ها نماز خواندن مکروه است، معنی است، درست نیست. این نوع لباسی که یعنی که اعضاهای انسان اگر نمایان شود و این نوع اعضا یعنی لباس ها نماز خواندن مکروه است. این چنین مایکه های باریکی که در بدن چسبیده هستند، آستین کلته دارند، اینها هم به این نوع لباس ها برادران عزیز نماز خواندن یعنی معنی است، مکروه است. چی خوب میشه که در حالت نماز خواندن یک لباسی وسیع، یک لباسی شادی خوب داشته باشید.